صنعتی کنونی با سرعت مملکت که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هدف چهارم ملی اعلام گردیده است، مسئولیت کارمندان شرکت آلومینی تاجیک را باز هم بیشتر نموده است. با این خاطر شرکت تصمیم گرفته است که سالهای من بعد هدفهای زیرین را عملی نماید: برقرارسازی اقتدارها، زیاد کردن مقدار وانه‌های الکترولیز و افزون گردانیدن ترمیم مکمل تجهیزات استحصالات اساسی، اجرای نشاندهنده‌های تکنیکی و اقتصادی و استحصالی، جلب توجه به بازار داخلی، همکاری با استحصال کنندگان وطنی، به کار انداختن الکترولیزیورهای علاوگی، زیاد نمودن استحصال مال‌های نیاز مردم و پروفیل‌های آلومینی. اینچنین با استفاده از امکانات و ذخیره‌های داخلی تمامی تدبیر و چاره‌ها عملی کرده می‌شوند با مقصد شناخت شدن با جریان استحصالات در جمعیت سهامی گشاده شرکت آلومینی تاجیک. سیاحت اطلاعاتی ژورنالیستان تشکیل کرده شد. ضمن این سیاحت اطلاع داده شد که شرکت آلومینی تاجیکستان یک از کارخانه‌های پراقتدار صنعتی جمهوری بوده. محصولات اساسی آن آلومینی اولیه میباشد. آن یک از کارخانه‌های اساسی صادراتی تاجیکستان محسوب شده. هر سال قریب 98% محصولات به خارج صادرات می‌گردد. با خاطر اجرای سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2023 و سه ماه اول سال 2024 از طرف شرکت آلومینی تاجیک بهر زیاد نمودن اقتدارهای استحصالی و حجم استحصالات تدبیرهای مشخص اندیشیده شده است. در نتیجه در سال 2023 77 عدد الکترولیزور به کار انداخته حجم استحصالات 66649 تonna را تشکیل داد که نسبت به همین نشان دهنده سال 2022 107% زیاد می باشد. در کارخانه آلومینی اولیه کارکرد شده محصولات به مانند پروفیل های آلومینی، ناقل های گوناگون آلومینی، شکیف های متالی و دیگر محصولات مورد نیاز مردم استحصال و به بازار داخل و خارج پیشنهاد می گردد. در جریان شناسایی با جریان کار کارخانه مشاهده نمودیم که نوابسته از حرارت بلند در نزد تفتان های بزرگی که از آنها آلومینی به دست آورده می شود، کارمندان با مهارت بلند کار را انجام می دادند. جهت تامین کارخانه با متخصصان ورزیده، شرکت آلومینی تاجیک با مؤسسه‌های عالی کسبی همکاری زیچ را براه مانده است. یادآور می‌شویم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5 اپریل سال 2000 در ملاقات با اهل زحمت زواد آلومینی تاجیکستان این کارخانه عظیم مملکت را شناسنامه صنعت تاجیکستان نامیده گفته بودند که آن اهمیت کارخانه عظیم صنعتی را در مقیاس دولتی نهایت دقیق انعکاس می‌نماید. در سه ماه اول سال 2024 کارخانه آلومینی اولیه را در حجم 19731 تonna استحصال گردیده که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2023 127% زیاد می باشد. در سال 2024 کارخانه تصمیم گرفته است که زیاده از 96 عدد الکترولیزور را به کار انداخته حجم استحصالات را زیاده از 84000 تonna استحصال نماید. نوعهای محصولاتی که ما استحصال می نماییم این سابقه های خرد، سابقه های تشک، سیم آلومینی، ورقه های آلومینی، دسته های آلومینی و سابقه های سیلندر شکل می باشد. شرکت آلومینی تاجیکستان یک از کارخانه‌های نهایت قدرتمند مملکت بوده. در جریان رشد و پیشرفت خود ماه ایول سال 2007 صاحب مقام نوی استحصال جوابگوی به طلبات معاصر کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکو گردید. با اندیشه متخصصان وصل و نصب تکنولوژی نوی استحصالی امکانیت فراهم می‌سازد که توسط صرفه نیروی برق، اتوماتیک کنونی روند استحصالات، رعایت معیارهای تکنولوژی استحصالات و بلند برداشتن صفت محصولات نهایی ارزش آلومینی کاهش داده شود. جمعیت سهامی گشاده شرکت آلومینی تاجیک یک از کارخانه‌های عظیم صنعتی مملکت به حساب رفته. اقتدار لایحه‌ای استحصالی این کارخانه عظیم صنعتی در یک سال زیاده از 500 تن محصولات آلومینی را تشکیل می‌دهد و امروز در این کارخانه زیاده از 10 نوع محصولات استحصال کرده می‌شود و آن به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد. حافظ محمدعلی، محمد نبی میرزا رحیم، شرکت آلومینی تاجیک، شهر ترسونزاده، جهانما.